سلام رفقا، خوش اومدید به کانال خودتون. امروز اومدیم با یه آموزش خیلی خفن، آموزش ساخته گریپستر. همونطور که این یه گریپستر دستساز هست که گریپستر چیه و کارش چیه. گریپستر برای ساخت سایه دسته و بیرون زدگی رگ، به اصطلاح رگاتون رو برجسته میکنه. کسایی که دنبال برجستن رگاشون هستن حتما باید از این دستگاه استفاده کنن. از همین وسیله ساده این گریپستر که میبینید دستساز هست کاملا و امروز اومدیم بهتون آموزش ساخت همین گریپستر رو کامل بهتون بدیم. وسایلی که لازم داره: یک تیکه تیوب است که همه جا پیدا میشه، اگرم نداشتین از آپاراتیا میتونید به قیمت خیلی ناچیز بخرید، یا تیوب موتور یا تیوب دوچرخه، که الان این تیوب موتور است. یه دونه قیچی برای بریدن تیوب و یه دونه نخود سوزن برای وصل کردن قسمت ها به هم. خب حالا بریم که داشته باشیم بهتون میگم چجوری با استفاده از قیچی تیوب ببریم و چه قطعاتی رو باید ببریم. شما به یک مچبند نیاز دارین که باید اونو بهتون میگم چجوری ببریم. بعد یه قسمت کوچیک‌تر تشکیل شده که قسمت‌های اصلی رو بهش وصل میکنه. بعد این قسمت‌های اصلی است که همین تیوبای باریک است که میبینید که کار اصلی رو انجام میده و باعث کشش میشه و انگشت ما رو درگیر میکنه. بعد شما چیکار میکنید؟ ببین این قطعات رو میبرید که الان من میبرم و شما نشون میدم. فقط قبل از اینکه شما قطعاتون رو ببرید، برای ساعد خودتون باید حتما اندازه بگیرید که به چند اندازه قراره ببرین و بعد اندازه ساعد گرفتید، حالا قطعاتون برید. خب حالا ما برگشتیم، قطعات هم بریدیم. قطعاتی که بریدیم الان براتون توضیح میدم. یک کش باریک نیاز دارید، همون منظورم تیوب بود. تیوب خوبیش اینه که دیگه شل نمیندازه. بعضی کشاست میتونید ازش استفاده کنید ولی اونا به مرور زمان شل میندازه، اما تیوب دیگه شل نمیندازه. بعد از این قطعای باریک شما به 2 تا تیکه نیاز دارید که باز اینا رو هم باید اندازه دستتون رو بگیرید و ببرین متناسب با دستتون، که به این صورت با ساعدتون باید به یک نسبت خاصی باشه. بعد یه چند تا قطعه هم اضافی هست که در ادامه کار بهتون میگم اینا برای کجا هست. بعد شما یه دونه از این تیکه تیوبای باریک برمی‌دارید، دور انگشتتون رو اندازه میگیرید. شما باید به این نسبتی اینو درست کنید که خیلی تنگ نباشه، خیلی هم به اصطلاح گشاد نباشه که از انگشتتون در بیاد. بعد اینجوری که شما اندازه کردید این قسمتش رو باید شما با نخ بدوزید و اندازه بگیرید. بعد شما باید قشنگ اینو محکم بدوزید، چون یه لایه فایده نداره، باید چند لایه اینو محکم بدوزید. بعد شما یک نخ رو میارید، همین نخ معمولی خودمون، نخ دوخت و دوست به حساب. بعد شما به اون اندازه که نیاز دارید باز میکنید و نیاز نیست خیلی زیاد باشه چون ما دلایش میکنیم و استحکام خوبی رو به ما میده. بعد از این که ما دلایش کردیم، همونطور که گفتیم اینجوری دور انگشت رو اندازه میکنیم و میدوزیم یا میبندیمش، ولی اگه هر دو تا کار رو انجام بدیم خیلی بهتر میشه. خب حالا بعد از این که من دور انگشت خودم رو اندازه کردم، اینو میام به این صورت محکم میبندم، به این صورت که دیگه قشنگ محکم بشه. ولی اگر بدوزید و ببندید خیلی محکم تر میشه، ولی اینجا من دارم میبندم که خوبه. خب بعد از اینکه ما اینو بستیم، همینطور که میبینید به این صورت بسته شد و خیلی محکم شد. بعد همین کار رو ما با این 4 تای دیگه هم انجام میدیم. خب ما برای که زمان ویدیو طولانی نشه میریم و میایم اینا رو بهتون گره زده نشون میدیم. خب ما برگشتیم، همین 4 تا رو که میبینید ما به این صورت که گفتیم گره دادیم. ما اول باید اینا رو قشنگ باید کنار هم بچینیم به این صورت منظم تا بتونیم کارمون رو تمیز انجام بدیم. بعد از اینکه این 4 تا رو کنار هم به این صورت قشنگ تمیز و منظم چیندیم، سابسکرایب هم فراموشتون نشه. بعد یه دونه از این تیوبای کوچیک که برای همین قسمت ساعد بود و ما بریده بودیم و میاریم و یه شکاف وسطش ایجاد میکنیم و بعد این رو به این صورت به 2 طرف این 5 تا قسمت اصلی میذاریم و بعدش اینا رو میبندیم یا میدوزیم که اگه هر دوتا این کار رو انجام بدین خیلی بهتره، مقاومت بیشتر ما میده. یا هم که اگه نمیتونستین بدوزین ببندینم خوبه، بدوزینم وازم خوبه، ولی گفتم اگه هر دوتاشو با هم انجام بدید خیلی مقاومت بهتری ما انجام میده، چون اصلا مهمه و اینجوری کشیده میشه و میاد بیرون. خب ما رفتیم و برگشتیم و اینجوری دوختیم و به اصطلاح بستیمشون که خیلی محکم شد و خوب شد. بخش من یکم دوربین آوردم جلوتر. بعد یک دونه از این تیوب کوچیک که
همونجا بریده بودیم و میاریم و بعد قشنگ دوباره همون کاری که برای قبلی انجام دادیم و دوباره برای همین انجام میدیم. بعد یه شکاف وسط ایجاد میکنیم، بعد دوباره دقیقا مثل همینو میبندیم یا میدوزیم، فرقی نداره. ولی گفتم واسم دوباره میگم اگه هر دو تاش انجام بدین خیلی بهتر است. خب ما الان اینو میبریم دقیقا دوباره مثل اونی که قبلی. بعد حواستون باشه که فقط دوباره روی این نندازیم، یکی از رو باشه یکی از پشت، دقیقا به این صورت که مچبند اون وسط این دوتا باید قرار بگیره. بعد حالا ما اینو میایم میدوزیم، دقیقا گفتم مچبند اینجوری میشه. ما میایم اینو میدوزیم و بعد بهتون میگم که باید چیکار رو انجام بدیم. خب ما دوباره برگشتیم، این قسمت که گفتم دوختیم و به این صورت خیلی محکم و قشنگ و تمیز شد. و من توصیه میکنم بهتون تو این کار از نخ سیاه استفاده کنیم. بعد به این صورت قشنگ تست میکنیم این محکم شده یا نه. بله میبینیم قشنگ محکم شده. مرحله بعد ما این قسمتی که برای دور مچ بریده بودیم و که اندازه مچمون هم هست رو میاریم و باید به این قسمت گریپسترمون وصل کنیم. اینو این وسط میذاریم و باید بدوزیمش. حواستون باشه این دیگه بسته نمیشه، این فقط الان باید بدوزینش که قشنگ محکم بشه. دوختاتون هم خیلی محکم بزنید چون این بخش خیلی بخش مهمیه و قراره به مچمون بسته بشه و اگه محکم نباشه ممکنه که مچمون رو اذیت کنه و کلا کنده بشه، گریپسترمون خراب بشه. بعد مرحله بعدی اینه که دوباره میگم سابسکرایب یادتون نره. بعد مرحله بعدی اینه که این دوتایی که بریده بودیم، یکی از رو و یکی از پشت، اینجوری این دوتا رو بازم دوباره میدوزیم که اینجوری واقعا محکم بشه و گریپستر دیگه اذیت نکنه و پاره نشه. چون اینکه قبلی که من داشتم همین مشکل این قسمتش خیلی اذیت میکنه و به خوبی کار نمیکنه. بعد ما اومدیم تو همین گریپستر جدید که قرار با هم بسازیم این مشکل رو برطرف کنیم و گریپستر بهتر آپدیت شده به شما تحویل بدیم. پس فهمیدیم که اینو باید بدوزیم و یکی از رو و یکی از پشت. بعد این قسمت پشتش رو هم باید بدوزیم که ما اینجا میندازیمش وسط همون دوتا که دیده نشه و کارت میستر از آب در بیاد. خب ما میریم و میایم اینو میدوزیم. خب ما رفتیم اومدیم این قسمت رو دوختیم به این صورت قشنگ تمیز مرتب و همون قسمت چمن انداختیم وسط اون دوتا. خب حالا این دوتا قسمت دیگه که بهتون گفتیم و بریده بودیم و یکی از رو و یکی از پشت به این صورت میدوزیم برای کارمون قشنگ محکم و قوی بشه و دیگه خیلی اذیت نکنه. همین الان هم گریپستر شما آماده است و میتونید ازش استفاده کنید، ولی برای بهتری کار پیشنهاد میکنم این دوتا رو یکی از رو و یکی از پشت بدوزید و قشنگ محکمش کنید دیگه کارتون اساسی بشه. خب دقیقا شما به این صورت این کار رو انجام بدین، یکی زیر و یکی رو قشنگ بدوزید تا شما گریپستر عالی رو داشته باشید. خب بریم و بیایم تا مرحله بعد که بهتون بگم چه اتفاقی افتاده. خب ما رفتیم اومدیم اینو قشنگ دوختیم همینطور که میبینید، یکی لای رو و یک لای زیر و الان گریپستر ما آماده شده، یک گریپستر عالی و قوی به این صورت قشنگ درست شده. این قسمت برای انگشت داشت و اینم که دیگه مچبندشه. خب حالا جمعیت کلی داشته باشیم ببینیم چیکار کردیم. اول اومدیم یک تیوب رو برداشتیم و به قسمتایی که می‌خواستیم بریدیم. به 5 تا به تعداد هر انگشت از این تیوبای باریک بریدیم و بعد اومدیم دو تا قسمت کوچیک‌تر تقریبا به طول 5-6 سانت اندازه یک دست خودتون باید اندازه بگیرید بریدیم و یک مچبند به اندازه دور مچ خودمون یا اون ساید خودمون بریدیم و بعد اومدیم اینها رو با استفاده از نخ سوزن به هم دوختیم. خب حالا بریم برای تستش که ببینیم اینا خوب شده یا نه. فقط این یکم سفته به خاطر اینکه دوختیمش، ولی هرچی سفتر بشه بهتره، چون هرچی سفتر کنه ولی منظور که خوبه الان دیگه در نمیره و کنده نمیشه، اذیت نمیکنه. خب حالا قشنگ داخل که شد. خب الان درست شد. حالا هر انگشت رو داخل میکنیم قشنگ جا میزنیم، یعنی یکی انگشت اول، انگشت دوم، این 3 تا، این 4میش، خب اینم 5میش. خب حالا که ما اینا رو به این صورت انجام انداختیم میبینیم که گریپسترمون عالی داره کار میکنه و خیلی هم خوبه. خب این گریپستر خوب شد.
حتما اگه تا اینجا اومدی برام کامنت بذار ببینم کیا تا اینجا اومدن تا بفهمم چند نفر بودن. خب من بعد از اینکه 7 روز به این گریپستر کار کردم نتیجهشو تو کانالم میذارم تا ببینید. ویدیو دیگه منم از دست ندید، چنلم سابسکرایب کنید، کامنت و لایک کنید، یادتون نره چون ویدیوهای خفن دیگه تو راهه، از جمله این دمبلایی که آموزشی هم گذاشتم براتون.